بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام جناب انصاری، حال شما خوبه قربان؟ سلامت باشید. محمدی هستم از ایران تماس میگیرم خدمتتون. آقای محمدی بزرگوار، برادر عزیز، ما 2 مطلب مطرح کردیم در برنامه، هر کدومش رو دوست دارید در موردش صحبت کنید. بله خواهش می‌کنم. حالا من می‌خواستم انتظار راجع به این آقای شریفی صحبتی داشته باشم خدمتتون، اگه فرصت شد راجع به اون ان شاءالله خدمتتون عرض خواهم داشت. جناب انصاری، من حقیقتا اولا که تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، واقعا زحمت میکشین خالصانه و صادقانه و خیلی از شیعه ها هستن که از همین برنامه‌های شما از این 4 شبکه توحیدی واقعا راه راست رو پیدا کردن، هدایت شدن که بنده هم یکی از همون شیعه های هدایت شده هستن. الحمدلله. خدمتتون که عرض کنم و تشکر فراوان دارم واقعا از برنامه‌تون، به خصوص از کلیپاتون که من فکر میکنم تو این 4 شبکه حالا گل سرسبد همه این برنامه‌ها این کلیپایی که شما واقعا می‌سازید، کلیپ‌ها واقعا اساسی و بنیادی در واقع داره پیشه میزنه به ریشه این افکار خرافیون آخوندی. بله. خدمتتون که عرض کنم این آقای شریفی یک واضح است و عذر من شمسه، این دنبال این نیست که در حقیقت چیزی رو بخواد ثابت کنه. من فکر می‌کنم این فقط دنبال این هست یه مدت در شبکه کلمه، یه مدت در شبکه‌های دیگه، الان که در شبکه‌های شما حضور پیدا می‌کنه، میخواد در حقیقت با روح و روان و اعصاب شما بازی کنه. باور کن ما که باش بحثی نداریم، از تلویزیون داریم برنامه رو می‌بینیم، اصلا اعصاب ما خورد میشه، داغون میشه به خاطر اون افکارهای پوچ، به خاطر حرفای مزخرف و بیهوده و باطلی که میزنه. من فکر می‌کنم تا یه حدی بعضی عاقل موفق میشه در حقیقت میاد و اعصاب شما راه میره. خیلی عذر می‌خوام از این واژه استفاده می‌کنم، شما رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه. بعضا ممکنه شما هم به حسب انسان هستید، شما که معصوم نیستید، اما یه چیزی که اصلا در شأن شما نیست. واقعا شأن شما کجا و شأن آدم مثل شریفی کجاست؟ اینه که من اصلا از شما خواهش میکنم، استفاده میکنم، اصلا شما راه نرید تو برنامه. به خدا اصلا در شأن هیچ کسی از بنده‌های موحد نیست، چه برسه آدمای خوب و وارثه مثل شماها. اصلا در شأن شما نیست باشون حرف بزنید. من فکر میکنم اصلا ایشون به محض شمارشون دیدین اصلا قطع کنید، کات کنید، باور کنید. حالا این حرف نمیدونم حرف خوبی هست بزنم، نمیدونم واقعا، اصلا من احساس کنم اصلا این شما آدم نجسیه، اصلا با ایشون حرف نزنید، اعصاب همه خورد میکنه. و همین به جای همین بحثی که اون مثلا نیم ساعت با ایشون صحبت میکردیم، 2 تا تفسیر از آیات قرآن خودتون زبان خودتون داشته باشین، بسیار موثر خواهد بود. اونی که دنبال هدایت باشه، دنبال حقیقت باشه، در حقیقت از طریق همین برنامه راه حقیقت رو پیدا میکنه و در حقیقت هدایت میشه. هدایت هم دست خداست. شما وظیفه بیشتر از این ندارین که بخواید با داد و فریاد در یه ایشون آدمی داد بزنید که شاید حالا ایشون آدم بشه. نه، نمیخواد بشه، نشه دیگه، این کارش نمیشه کرد. هدایت دست من و شما نیست، دست الله متعال هست. من اصلا این تقاضا دارم که اصلا ایشون راه ندی واقعا به این برنامه ها. چشم. این یک موضوع که فرمودی. خب این از واضحات و یاد است. هر کس یک نگاهی به اون تفکرات و در حقیقت کتاب‌های آقای خمینی و هر در حقیقت از این بزرگان اهل تشیع نگاه اندازه، میدونه که اصلا بر اساس اولا که بر اساس اصلا هیچ مستنداتی صحبت نکردن و حتی راجبه اون چیزایی که نوشتن و در حقیقت خرافه و خودعبالات که خودشون نوشتن، حتی راجبون اصلا فکر نکردن. این از زمان دیگران نوشتن، حتی لحظه این که می نوشتن یک لحظه حتی به خودشون اجازه ندادن که فکر کنن، یا اینکه واقعا فکر کردن، نخواستن چیزی رو بفهمن، نخواستن چیزی رو دست بدن و همونجور این تکرار کردن. دقیقا همینطور هستش. همین بنیانگذار به تمام صحابه، به حضرت عایشه ام المؤمنین توهین کرده و این توهین‌ها و اهانت‌ها هم کرده. الان ایشون میشه بنیانگذار هسته وحدت. خب این چیز مسئله هستش که همه میدونن، اونها انسان‌های آگاه و عاقل میدونن و اصلا شاید این دیگه از درون شمس نیاز نیست که راضی مثلا صحبت کنم. من در پایان از شما بسیار بسیار تشکر میکنم، سپاسگزارم و بر اون خاک و ولایت هم نمیدونم آقای انصاری شما اهل کجا هستی، ایرانی هستی، افغانستان، که دقیقا نمیدونم و واقعا درود میفرستم بر اون سرزمینی که شما و افرادی شما در اون سرزمین متولد شدید. ان شاءالله که
آنچه که بهترین هست در دنیا و آخرت خدا نصیبتون. به شما همچنان. تشکر از شما آقای محمدی برادر بزرگوار. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.